لیمو به دلیل دارا بودن ویتامین C، اسید سیتریک و خواص آنتی اکسیدانش یکی از محبوب ترین مواد غذایی در رژیم‌های سالمه. این میوه میتونه به بهبود عملکرد گوارشی، تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب خیلی کمک کنه. اما ترکیب اون با بعضی از مواد غذایی ممکنه اثرات نامطلوبی رو به ویژه برای افراد بالای 60 سال ایجاد کنه. توی این ویدیو ابتدا غذاهایی رو بررسی میکنیم که نباید با لیمو مصرف بشن، سپس ترکیب‌هایی رو معرفی میکنیم که خیلی مفیدن و به سلامت عمومی بدن خیلی کمک میکنن و اون رو تقویت میکنن. هدف اینه که با ارائه اطلاعات علمی ساده بهتون کمک کنیم تا انتخاب‌های آگاهانه‌ای در رژیم غذایی خودتون داشته باشید. پس تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. سلام به همه شما عزیزان، به کانال یوتیوب دکتر مانا خوش اومدید. لیمو سرشار از ویتامین C، آنتی اکسیدان‌ها و اسید سیتریک که فواید متعددی برای سلامت بدن داره. ویتامین C موجود در لیمو به تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی کمک میکنه و بدن رو در برابر عفونت‌ها و بیماری‌های فصلی مثل سرماخوردگی مقاوم‌تر میکنه. همچنین آنتی اکسیدان‌های لیمو مثل فلاوونوئیدهاش با کاهش استرس اکسیداتیو از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. این ویژگی میتونه خطر بیماری‌های مزمنی مثل بیماری‌های قلبی و انواع سرطان‌ها رو کاهش بده. علاوه بر این، اسید سیتریک لیمو با تحریک تولید صفرا به بهبود هضم کمک می‌کنه و میتونه از مشکلات گوارشی مثل نفخ و یبوست هم جلوگیری کنه. لیمو همچنین به دلیل خواص قلیایی کنندگی که داره بعد از متابولیزه شدن در بدن میتونه تعادل اسید و باز رو بهبود ببخشه که برای سلامت استخوان‌ها و کاهش التهاب خیلی مفیده. مصرف منظم آب لیمو در آب ولرم هم میتونه هیدراتاسیون بدن رو بهش خیلی کمک کنه، به ویژه برای افراد مسن که ممکنه کمتر احساس تشنگی کنن اهمیت داره. و تحقیقات نشون دادن که ترکیبات موجود در لیمو میتونه عملکرد کبد رو با حمایت از فرآیندهای سم‌زدایی بهبود ببخشه. این میوه همچنین به دلیل کالری پایین و فیبر محلولی که داره میتونه در مدیریت وزن و بهبود سلامت دستگاه گوارش نقش مهمی رو ایفا کنه. میرسیم به غذاهایی که نباید با لیمو ترکیب بشن. قبلش ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید تا این اطلاعات و آگاهی های مهم به دست افراد بیشتری برسه و توی کامنت ها برامون بنویسید که شما لیمو رو به چه صورت مصرف میکنید. اولین مورد غذاهای غنی از اگزالاته. مصرف لیمو همراه با غذاهای حاوی اگزالات بالا مثل اسفناج، چغندر و بادام زمینی میتونه خطر تشکیل سنگ کلیه رو افزایش بده. اگزالات ها ترکیبات طبیعی موجود در بعضی از گیاهان هستند در حضور اسید سیتریک لیمو با کلسیم پیوند تشکیل میدن و کریستال هایی رو ایجاد میکنن که ممکنه به سنگ های کلسیم اگزالات تبدیل بشه. این مشکل در افراد بالای 60 سال که عملکرد کلیه هاشون به دلیل کاهش طبیعی فعالیت کلیوی ضعیف‌تر شده شایع تره. رژیم های غذایی نامناسب میتونه این خطر رو تشدید کنه. و مطالعه‌ای در مجله انجمن نفرولوژی آمریکا در سال 2019 نشون داد که رژیم‌های غذایی غنی از اگزالات به ویژه در ترکیب با اسیدهای عالی مثل اسید سیتریک خطر تشکیل سنگ‌های کلسیم اگزالات رو در افراد بالای 55 سال به طور قابل توجهی افزایش میدن. این مطالعه همچنین بر اهمیت اجتناب از مصرف همزمان غذاهای پر اگزالات و لیمو در افراد با سابقه سنگ کلیه یا مشکلات کلیوی تاکید داره. کاهش عملکرد کلیه ها در سنین بالا باعث میشه دفع این کریستال ها دشوارتر بشه که میتونه به درد شدید و عوارض کلیوی منجر بشه. برای کاهش این خطر توصیه میشه که غذاهای غنی از اگزالات با سس‌های غیر اسیدی مثل روغن زیتون یا سرکه مصرف بشه و لیمو در وعده‌های جداگانه‌ای مصرف بشه. بنیاد ملی کلیه آمریکا گزارش داده که افزایش مصرف مایعات به ویژه آب میتونه خطر تشکیل سنگ کلیه رو تا 40% کاهش بده. این اقدام به دفع اگزالات کمک میکنه و از تجمع کریستال ها در کلیه ها جلوگیری میکنه. مشاوره با متخصص تغذیه برای افراد با سابقه مشکلات کلیوی هم خیلی مفیده. دومین مورد شکر تصفیه شده است. ترکیب لیمو با شکر تصفیه شده مثل اونچه که در نوشیدنی‌های شیرین، دسرها یا شیرینیجات یافت میشه
میتونه تنظیم قند خون رو مختل کنه. اسید سیتریک موجود در لیمو ممکنه با متابولیسم گلوکوز تداخل ایجاد کنه و باعث افزایش یا کاهش ناگهانی قند خون بشه. این موضوع برای افراد بالای 60 سال که اغلب با کاهش حساسیت به انسولین یا دیابت نوع 2 مواجهن اهمیت بیشتری داره. نوسانات قند خون میتونه به مشکلات سلامتی طولانی مدتی منجر بشه. و تحقیقی در مجله بالینی غدد درونریز و متابولیسم در سال 2020 نشون داد که اسیدهای عالی مثل اسید سیتریک میتونن پاسخ انسولین رو کاهش بدن و متابولیسم گلوکوز رو مختل کنن. به ویژه در افرادی که پیش دیابت یا دیابت نوع 2 دارن. مرکز تحقیق و کنترل بیماری ها گزارش داده که حدود 25% از افراد بالای 65 سال در آمریکا به دیابت نوع 2 مبتلا هستند و رژیم‌های غذایی نامناسب میتونه این وضعیت رو تشدید کنه. این اختلال میتونه باعث باقی موندن گلوکوز در جریان خون برای مدت طولانی تری بشه. نوسانات مکرر قند خون هم میتونه به علائمی مثل خستگی، کاهش تمرکز، گرسنگی زود هنگام و افزایش خطر سندرم متابولیک منجر بشه. برای پیشگیری توصیه میشه که لیمو رو با شیرین کننده های طبیعی مثل عسل خام یا میوه های مثل توت ها مصرف کنید که قندهای طبیعی دارن. رعایت فاصله زمانی حداقل 1 ساعت بین مصرف شکر تصفیه شده و لیمو هم به بدن اجازه میده که گلوکوز رو بهتر پردازش کنه. این رویکرد به حفظ ثبات قند خون خیلی کمک میکنه. و سومین مورد محصولات لبنی هستن. مصرف لیمو همراه با محصولات لبنی مثل شیر، ماست یا پنیر میتونه به مشکلات گوارشی مثل نفخ، سنگینی معده یا اسهال منجر بشه. اسید سیتریک موجود در لیمو با کلسیم موجود در لبنیات واکنش نشون میده و پروتئین های کازئین رو دلمه میکنه که هضم رو دشوار میکنه. این اثر در افراد بالای 60 سال که تولید آنزیم های گوارشی و اسید معده در اونها به طور طبیعی کاهش پیدا کرده شدیدتره. این مشکلات میتونه به جذب مواد مغذی هم ضربه بزنه و جذب اونها رو مختل کنه. تحقیق دیگه این نشون داد که اسید سیتریک با پروتئین های کازئین موجود در لبنیات واکنش نشون میده و ساختار اون رو تغییر میده که میتونه هضم رو دشوار کنه و باعث تجمع گاز در معده بشه. این واکنش در افراد مسن که به دلیل کاهش آنزیم‌های گوارشی مثل لاکتاز با مشکلات گوارشی بیشتری مواجه هستند، ناراحتی بیشتری ایجاد کنه و این موضوع ممکنه به احساس سنگینی یا حتی اسهال هم منجر بشه. برای جلوگیری از این مشکلات توصیه میشه لیمو و محصولات لبنی رو با فاصله زمانی حداقل 1 ساعت مصرف بشید تا سیستم گوارشی فرصت پردازش هر ماده رو به طور جداگانه داشته باشه. برای مثال اگه صبحانه شما شامل ماست، آب لیمو رو برای میان وعده یا وعده نهار نگه دارید. این رویکرد بر کاهش فشار بر دستگاه گوارشتون کمک میکنه و جذب مواد مغذی رو هم بهبود میبخشه. انتخاب لبنیات کم چرب هم میتونه اثرات منفی رو کاهش بده. میرسیم به ترکیبات مفید با لیمو. ممنون میشم قبلش اگه برای اولین بار است که ویدیوهای کانال ما رو میبینید کانال رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از جدیدترین اطلاعات سلامتی اطلاع پیدا کنید. اولین مورد لیمو و زنجبیله. ترکیب لیمو با زنجبیل تازه در آب گرم یک نوشیدنی مغذیه که برای افراد بالای 60 سال که ممکنه با مشکلات گوارشی مثل نفخ یا گردش خون ضعیف مواجه باشن خیلی مفیده. زنجبیل با تحریک آنزیم‌های گوارشی و بهبود جریان خون همراه با ویتامین C لیمو به تقویت سلامت کلی بدن خیلی کمک میکنه. این نوشیدنی میتونه احساس سرما در اندام‌ها رو هم کاهش بده. زنجبیل حاوی ترکیبات فعالی مثل جینجروله که خواص ضد التهابی و گرمازدایی دارن و میتونن به بهبود عملکرد گوارش و کاهش درد مفاصل هم کمک کنن. تحقیقی در مجله داروشناسی در سال 2021 نشون داد زنجبیل میتونه سرعت تخلیه معده رو تا 25% افزایش بده که در نهایت به کاهش نفخ و بهبود جذب مواد مغذی کمک میکنه. ویتامین C موجود در لیمو هم با محافظت از سلول‌ها در برابر استرس اکسیداتیو سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. این ترکیب به ویژه در فصول سرد سال
برای افراد مسن فوق‌العاده مفیده. با افزایش سن خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی کاهش پیدا میکنه و گردش خون هم ضعیفتر و کندتر میشه که میتونه در نهایت باعث سردی دستها و پاها بشه. اما زنجبیل با تحریک جریان خون میتونه این مشکل رو تسکین بده. برای تهیه این نوشیدنی یک تکه 1.5 سانتی متری زنجبیل تازه رو خرد کنید و با آب نصف لیمو و آب ولرم که دمای کمتر از 60 درجه سانتیگراد باشه مخلوط کنید. بعد از 5 تا 10 دقیقه دم کشیدن به آرامی اون رو مصرف کنید. اضافه کردن کمی عسل خام هم میتونه طعمش رو براتون بهتر کنه. دومین مورد لیمو و عسل خامه. ترکیب لیمو با عسل در آب گرم یک نوشیدنی آرام بخشه که میتونه گوارش رو بهبود ببخشه و سیستم ایمنی رو هم تقویت کنه. این ترکیب برای افراد مسن که ممکنه با کاهش تولید اسید معده و مشکلات گوارشی مواجه باشن خیلی مناسب باشه. لیمو با تحریک تولید صفرا به هضم کمک میکنه، در حالی که عسل خام با خواص ضد باکتریایی خودش التهاب رو کاهش میده. این نوشیدنی طعم دلپذیری هم براتون به ارمغان میاره. عسل خام هم همونطور که میدونیم از آنتی اکسیدان سرشار آنزیم ها و ترکیبات ضد باکتری داره که میتونه به سلامت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی خیلی کمک کنه. و تحقیقات متعددی نشون دادن که پلیفنول های عسل خام میتونه پاسخ ایمنی رو تقویت کنه و با باکتری های مضر مثل هلیکوباکتر که باعث زخم معده میشه مبارزه کنه. اسید سیتریک لیمو هم با تحریک تولید صفرا هضم چربی ها رو تسهیل میکنه و از سنگینی معده جلوگیری میکنه. این ترکیب برای مصرف صبحگاهی هم مناسبه. برای بهره مندی از فوایدش آب نصف لیمو رو در یک لیوان آب گرم بچکانید، یک قاشق چایخوری عسل رو هم بهش اضافه کنید و به آرامی هم بزنید. مصرف این نوشیدنی با معده خالی در صبح هم میتونه برای حداکثر رسوندن اثرات گوارشی کمک کنه. دمای آب هم نباید کمتر از 40 درجه سانتیگراد باشه تا آنزیم های مفید عسل حفظ بشه. این نوشیدنی میتونه به کاهش التهاب گلو و بهبود سلامت عمومی هم خیلی کمک کنه. سومین مورد لیمو و زردچوبه است. ترکیب لیمو و زردچوبه به مقدار کمی هم فلفل سیاه میتونه یک نوشیدنی ضد التهاب قوی براتون ایجاد کنه که برای سلامت مفاصل، کبد و انرژی کلی بدن عالیه. این ترکیب برای افراد بالای 60 سال که ممکنه با التهاب مزمن، خستگی مفاصل یا کاهش التهاب کبد مواجه باشن خیلی مفید باشه. زردچوبه با خواص ضد التهابی و لیمو با اثرات آنتی اکسیدانش به بهبود سلامت بدنتون خیلی کمک میکنن. کرکمین ماده فعال زردچوبه داره خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانیه، اما جذب اون در بدن به تنهایی پایینه و تحقیقات نشون دادن که پیپرین موجود در فلفل سیاه جذب کرکمین رو تا 2000% افزایش میده و اسید سیتریک لیمو به فعال سازی این ترکیب خیلی کمک میکنه. این اثر برای کاهش التهاب مزمن که در بیماری‌های مثل آرتروز و بیماری‌های قلبی عروقی شایع کمک کننده است. این نوشیدنی همچنین به سمزدای بدن و کبد هم خیلی کمک میکنه. التهاب مزمن یکی از عوامل اصلی مرتبط با افزایش سن از جمله زوال شناختی و مشکلات قلبیه. ترکیب لیمو، زردچوبه و فلفل سیاه میتونه این التهابات رو کاهش بده و از عملکرد کبد با تحریک تولید صفرا حمایت کنه. برای تهیهش میتونید یک قاشق چایخوری زردچوبه رو با نصف آب لیمو ترش و کمی فلفل سیاه در آب گرم مخلوط کنید و به آرامی مصرف کنید. این نوشیدنی بهتره در صبح مصرف بشه تا انرژی روزانه‌تون رو افزایش بده. جمع‌بندی که میتونیم داشته باشیم اینه که لیمو یک ماده غذایی قدرتمنده که با انتخاب ترکیب‌های مناسب میتونه به بهبود گوارش، تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب خیلی کمک کنه. با این حال ترکیب اون با غذاهایی مثل لبنیات، شکر تصفیه شده یا مواد غنی از اگزالات میتونه مشکلات گوارشی، قند خون یا مشکلات کلیوی رو ایجاد کنه. با انتخاب‌های هوشمندانه در رژیم غذاییتون میتونید از فواید لیمو بهره ببرید و سلامت خودتون رو تقویت کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید و توی کامنت ها برای ما بنویسید که شما لیمو رو به چه صورت مصرف میکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.